برادران و خواهران افغانی ما برای ما در موقعیت مهاجرینی هستند که از مکه به مدینه هجرت کردند. وقتی مهاجرین از مکه به مدینه هجرت کردند، مسلمان ها خانه هاشون رو تقسیم کردند، امکاناتشون رو تقسیم کردند. انصار با مهاجرین و مهاجرین در درون زندگی خودشون جا دادن. امروز برادران و خواهران افغانی ما که به هر علتی به کشور ما مهاجرت کردن و رو آوردن، به عنوان مهمان شریک زندگی ما هستند و بایستی با آغوش باز و عاطفه هرچه بیشتر و کاملتر از این برادران و خواهران افغانی به کوری چشم دشمن که استکبار جهانی هست ما باید استقبال کنیم. و انشاءالله شما برادران و خواهران ایرانی این وظیفه مهمانداری رو در برابر این عزیزانی که از دوران پیروزی انقلاب ما و مبارزات امام ما